دوستان عزیز السلام علیکم. اینا باز یک کلیدوری دیگه که پتالوکی پرستوی زدگی یک تا ریسم کچش میکنیم. شما نگاه کنین که همه ریسم کچای ما در نمی کلیدور چه خیلی میبینن. نورو رو پام کنین انشالله که بهترین ریسم کار با پیشنهاد میکنیم. این اینجا از پتالوکی پشکردن زدگی شپاکلو فای شکورید رنگ ایمول چه زدگی چات که تیاره. سه چورس پیش کردگی قاق شدگی تیاره نریسونکش میزنیم رزمیروش همشه گاوتون میزنیم داون آورا تمام شد میال لیست داره تمام وزیجا با ریسونکای جانونش میزنیم تمام شد کنیم. میتونه که شما هم نمید چه مایا بیچنیده مقصد با یک نویگری بکنین در پتالوکایی که یم خیلی پرستوی بگیرین این خیل بکنین. انا برادرای عزیز نئی ریسونکاش تیار کردگیم. اینا زردش میتوه سفیدوش نمیتوه. امورا بسیارتر میپرسین که امیرا نشان بوده این آخی این سکوچ زایگیم. سکوچ اینه زرد 1 سانتیمتر های. اگر ای 4 سانتیمتر بوده این کلش سخت های خیلی شوی بد میقپد. انا میکنم رنگی که در پتالوگ زدگی های برای هم خطر همه رنگی که در پتالوگ زدگی های اگر ای او سرخ زردی سکوچی مالیات نمیزنیم میکنم ایمولسیا را برای اون قدر 1 سانتیمترش برای پولکروب میزنیم. پولکروب 1 سانتیمتر قد فقط میشود. بعد دیگه شا با سفید میزنیم. اوز اینا که با رنگی سیاه نشد نصیب کرده را ایره میزنیم. با رنگ سیاه میزنیم. شما نگاه کنین اوز نزدم با میگمتونه که چخیله تا اون نو رو تمشو کنیم. دوستان عزیز اینا یکم سلویش زدیم با رنگ سیاه. نه دوستان عزیز در کلیدور چه رازمش راوز چه نکدم نمیدونم. نه ده طرف شانه میخیله تیپا پلافون 3 تای پرا خلاصی که باینشتا هیچی نمیم لیستر میاد تمام. اینا ریسونکا پول نخید چیستا فیگورا میبره برادر عزیز. ما ای اکانومی چنیه اکی را بسیارتر میپرسین پری باید سراغ میکنین. ما ای ریسونکو نوار دارم در کانال زیاده 10 نوار دارم. اکی با او دیگه نمونده یا با نوینکوی نواش نیای اینا فیگورایی که ما پیشنید شما کشیم ای ریسونکا. خب من اکی دام نوار تمشون کنین دیم سلوی میزنم سکوچو را میکنم چات که نشان تمیتم. اوزی اکی در حالت تر سیوهی بعد اول قاق میشود ای خیلی سیوهی بعد نمیسته. ولی اکی دست دیم سلوی را نزدیم در فیگورای ریسونکای ما تیپا فیگورا پولی دست سلوی زدگیم. نواز خدگیر شد سکوچوش را میکنیم. بعد با قوی در این نشان تان میتیم که چه خیلی اومدگی های و چه خیلی برای هم خود چکا میکنیم. نمروی بلو اکرام بدن برای زکاس مروجیت میکنیم. خلوصی گب که حوزی سکوچو را بکنم با نشان تان میتیم. این قرار دیگه نیست داری بعد بیای تماشا کنی که هم در روی موندی ایجا جقیده سایرسو نمیشه واسه نشان. بعد خلوصا که هم خیلی میکنیم. حوزی بود کنیم با نشان میکنیم. دوستان عزیز اینا تمام کردگیم. 100% قاق شدگی نیست. اکا ما حوزی میریم با اون خاطر خواستم شما در نشان میتونم نگاه کنیم. انا مسئله رزمیروش دا اینا گرده که داره دیامترش 40. اینه سفیدکایی که اینجا موندگیم جای پلافون دا رزمیری دانکی قطی پی آی ایجا 35 گرفتگیم. اینه اینجا 35 اونجا 70 خیلی اسش کردگیم. سمتریا ای آدمی نقشکش میکنه. اینه میبود ریسونکا در پتالوگ برادرای عزیز کلیدور دا اینا چیستا ببینین چه خیلی اومدگی های. مسئله نرخش ما کاملتا قطعی حساب میکنیم از بس که این مایده های 2.80 با 3.5
мо ира 500 сом нарх кардем задем, маҳсулотуша худиш харид. Агар ки маҳсулоту шайхидмон 700 сомон мешавад. Хулоси гапина нархшани гуфтем чиста ба хотири шумо. Навороро паҳн кунед, иншоалло ки беҳтаринои наворо бо дар пеш пешниҳодтон мекунем.